با گذشت 1.5 ماهی ناپدید شدن شهرت اسمت‌اللهیف معاون اولی رئیس آریان بانک هنوز جسد او را پیدا نکردند. در نشست خبری کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان مسئولین توضیح دادند که گروه نجات بخشان از محل بازار کوشانیان تا نخب استقلال و از آنجا تا مرکز ناحیه عینی و تا مرز ازبکستان جسد را جستجو دارند. سطح آب، سرعت آب نهایت بلند است. بعد آب صاف نیازرش. همون جایی که ما به نشان دادن اونجا تماما بسیار دشوار گذراندن کارهای کوفتکاوی که ما کار کرده ایم. یک جایی با خیشانی همون چیز شخصانی که حاضر گوشرگی، یک جایی با دیگر تشکیلات و یک جایی با کارمندان وزارت کارهای داخلی کار برده ایستادیم. مقامات به گونه مثال تاکید نمودند که افرادی که قبل از شهرت غرق شده بودند از دریا یافتند، با این دلیل باور دارند که او را نیز پیدا خواهند کرد. گنرال نظرزاده شرح داد که شب گذشته جسدی را از رودخانه بیرون برآورده به نزدیکانش دادند که چند ماه پیش غرق شده بود. می‌یابیم. بازی با مقامات داخلدار کار برده ایستادیم. انیختر جوش اگر گپ بزنیم بسیار معلوم میشه. با اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت اسمت‌اللهیف معاون اولی رئیس آریان بانک روز 23 ایون امسال ربوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد اسمت‌اللهیف به دریا پرتافته شده است. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلام کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند.